ارادت نثار تمام شما محصلین گرامی، آرزوی صحتمندی همه شما عزیزان را دارم و شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای درسی ما از کانال یوتیوب اینستیتوت آنلاین کابل. محصلین گرامی، در این ویدیو درسی قرار است بیشترین بحث ما در مورد سل جنکشن یا اتصالات حجروی باشد. ما قرار است در این جلسه بیشترین بحث را داشته باشیم که اتصال حجروی چی هست، چگونه صورت میگیرد، کدام انواع را می داشته باشد، در مورد هر یک تایپش بحث می داشته باشیم و این خواهد آموختیم که این هر کدام تایپ ازی بیشتر در کدام قسمت از عضویت صورت میگیرد. در قدم نخست بحث را آغاز میکنیم از اینکه سل جنکشن یا اتصال حجروی چی هست. سل جنکشن عبارت از پروتئین هایی می باشد که سبب اتصال یک حجره به حجره دیگر می گردد. یعنی امی پروتئین ها می باشد که یک حجره را به حجره دیگر متصل می سازد و یا گویا اوقات سل تو سل جنکشن نیست، یعنی یک حجره به حجره دیگر متصل نمی شود. ممکن است یک حجره را به حجره دیگر به قسمت اکسترا سولار ماتریکسش متصل بسازد. پس در این حالت هم میتونیم بگوییم که اینها سل جنکشن هست. میتونه سل تو سل جنکشن باشد، یک حجره به حجره دیگر متصل گردد یا یک حجره به قسمت اکسترا سولار ماتریکس متصل گردد. به گفته می شود سل جنکشن. به طور عموم سل جنکشن ها که هستند به دو تایپ است. یکی از اینها هست که اجازه عبور آیون ها را میده. یک تایپ می داشته باشد به نام گپ جنکشن گفته می شود و یک تایپ دیگر ازی است که ایجاد ثبات مقاومت میتونه در حجره بکنند که باز به نوبه خود سه تایپ دیگر را می داشته باشد: تایت جنکشن، هیمودوسموزوس جنکشن و انکورینگ جنکشن می باشد که در ادامه درس روی هر یک از این مباحث ما بحث می داشته باشیم. باید داشته باشین که اتصالات حجروی که از در حجرات غیر متحرک صورت میگیرد، مثلا اسکین، مثلا در هارت یا قلب ما، در حجرات متحرک مثلا در WBC ها اتصالات صورت نمیگیرد که دو حجره وایت بلاد سل را به هم متصل بسازد، به خاطر اینکه اینها تحریکیت دارد. اما اسکین ما حجراتش که متحرک نیست، می تواند این سل جنکشن یا اتصالات صورت بگیرد. در نخست بحث خود را آغاز می کنیم از گروه سل جنکشن که سبب ایجاد ثبات و مقاومت در حجره می گردد. سه تایپ داشت. نخستین تایپ ازی به نام تایت جنکشن گفته می شود. تایت جنکشن طور اتصال صورت می گیرد توسط دو پروتئین می باشد که یک حجره با حجره دیگر متصل می گردد. پروتئین ها به نام کلاودین و اوکلودین گفته می شود. کلاودین از سمت داخل به یک پروتئین دیگر متصل می باشد که به نام زونا اوکلودین یاد می شود. زونا اوکلودین هست که امی کلاودین را می گیره متصل می سازد در نهایت به اکتین فلامن. اکتین فلامن امو سایتوسکلیتون در حجره می باشد یا اسکلیت حجره هست. در کل میتواند سبب امو استحکامیت فوق‌العاده بیشترتر گردد. تا جنکشن ها در حقیقت مثل یک مانعه یا یک بریل میتواند عمل داشته باشد، مثلا سدیم، پتاسیم و غیره مواد را نمیتواند اجازه بدهد که از یک حجره به حجره دیگر منتقل گردد. خب گویا اوقات امی کلاودین و اوکلودین پروتئین هایی بودند که یک حجره را با حجره دیگر متصل می ساختند. ممکن است که اینها پورها داشته باشند یا سوراخ ها داشته باشند که از طریق از این سوراخ ها می تواند که بعض مواد از یک حجره با حجره دیگر منتقل گردد که باز به نام لیک جنکشن گفته می شود. در کل تایت جنکشن ها دو تایپ می داشته باشد. یکی امپرمیبل هست، یکی پرمیبل هست. امپرمیبل که هست یعنی اصلا اجازه نمیده که مواد از یک حجره با حجره دیگر منتقل گردد، یعنی پور یا سوراخ ها کلاودین و اوکلودین در این نوع نمی داشته باشد. مثلا در برین بریل یا مانی دماغی دماغ، اینجا امو شریانه که خون را برش میرسونه، حجراتی که در اینجا قرار دارد اتصال که صورت گرفته تا جنکشن هست. هر مواد توکسیک یا زهری اجازه نمیده که وارد دماغ ما گردد مگر موادی که بسیار انحلالیت بالا در شحم داشته باشد. و یا هم میتونیم در اسمال اینتستین مثال بدهیم. اینجا حجرات اپیتل استوانه‌ای موجود می باشد که هر مواد زهری اجازه نمیده که جذب دوران خون گردد. پس نوع از اتصالات حجروی که در اینجا صورت میگیرد تایت جنکشن هست. لیک جنکشن ها را میشه بگویم مثال هایش را که سدیم یا کلور را میتواند که از یک حجره به حجره دیگر از طریق پورهایی که در دو پروتئین کلاودین و اوکلودین هست انتقال ازی صورت بگیرد. مثلا در نفرون ها که مربوط کلیه ها میگرده در قسمت پراکسیمالش، اینجا لیک جنکشن هست. یا میتونیم بگویم بایلدک کیسه صفرا هم یک نوع از سل جنکشن که اینجا موجود می باشد لیک جنکشن هست.
که میشه که مواد از یک حجره به حجره دیگری منتقل گردد. دومین تایپ از سل جنکشن هایی که سبب ایجاد ثبات مقاومت میگردد به نام انکورینگ جنکشن گفته می شود. انکورینگ جنکشن ها اتصال از اینها توسط کدهیرینگ پروتئین صورت میگیرد. کدهیرینگ پروتئین می باشد که یک حجره را به حجره دیگر متصل می سازد. انکورینگ جنکشن دو نوع می باشد: ادهرنس جنکشن و دیسموزومز جنکشن می باشد. در نخست بحث را آغاز می کنیم از ادهرنس جنکشن. ادهرنس جنکشن اتصال از اینها توسط ای کدهیرینگ پروتئین صورت می گیرد. یعنی ای کدهیرینگ پروتئین می باشد که یک حجره را به حجره دیگر متصل می سازد. البته ای دیپندنت می باشد به کلسیم یا وابسته به کلسیم هست. باید کلسیم باشد که اتصالات صورت بگیرد. ای کدهیرینگ پروتئین از سمت داخل به پروتئین دیگر متصل می باشد به نام وینکودین. وینکودین متصل هست از سمت داخل به کتینین. کتینین می باشد که وینکودین را متصل می سازد به اکتین فیلامنت یا سایتوسکلتون حجره و در نتیجه سبب ثبات مقاومت در این نوع حجرات می گردد. البته بیشتر در حجرات میده این نوع اتصالات صورت می گیرد. دومین تایپ انکورینگ جنکشن عبارت از دیسموزومز جنکشن می باشد. دیسموزوم جنکشن ها هم اتصال از این که یک حجره به حجره دیگر متصل می گردد توسط کدهیرینگ پروتئین صورت می گیرد. صرف از سمت داخل اینها متصل به دیسموپلاکین، یک پروتئین دیگه هست که متصل می باشد یا در بعض کتب ها این به نام پلاک هم گفته می شود. تفاوت دیگری که در این نوع اتصال هست کدهیرینگ پروتئین اینجا دو تایپش صحیح می باشد: دیسموگلاین و دیسموکولین می باشد. دیسموکولین هست که باید به سایتوسکلتون حجره متصل گردد که اینجا تفاوتش این هست که به یک تایپ دیگر از سایتوسکلتون متصل می گردد به نام اینترمدیت فیلامنت. اینترمدیت فیلامنت یک قسمت از این به نام سایتوکریتین می باشد که در نتیجه این اتصالات به سایتوسکلتون یا اسکلت حجره متصل می گردد و فوق العاده سبب استحکامیت در حجرات میتوند گردد. البته این نوع اتصالات حجروی بیشتر در حجرات قلب ما یا کاردیاک مسل سل میتوند صورت بگیرد. حالا هم میاییم به تایپ سیوم از سل جنکشن هایی که سبب ایجاد ثبات مقاومت در حجره میگردد. به نام هیمی دیسموزومز گفته می شود. دکتر سویبای عزیز، یک تفاوت عمدی که با دیگر سل جنکشن های داره این هست که سل تو سل جنکشن نیست. یعنی یک حجره را به حجره دیگر متصل نمی سازد، بلکه یک حجره را به قسمت اکستراسلولار ماتریکس یا ماتریکس خارجی حجره دیگر متصل می کند. البته این نوع اتصالات توسط پروتئین به نام انتیگرین صورت می گیرد. یعنی انتیگرین پروتئین می باشد که حجره را متصل می سازد به قسمت اکستراسلولار ماتریکس یا ماتریکس خارجی حجره دیگر. انتیگرین پروتئین از سمت داخل حجره متصل می گردد به اینترمدیت فیلامنت. اینترمدیت فیلامنت بالاخره اتصال حجروی را وصل می سازد به سایتوسکلتون یا اسکلت حجره. یکی از گروپ های سل جنکشن ها ما در قدم نخست نامگذاری کرده بودیم که اجازه عبور آیون ها را می دهد که یک تایپ داشت به نام گپ جنکشن گفته شده بود. گپ جنکشن ها اتصال از اینها توسط کانال ها صورت می گیرد. یعنی دو کانال هست که یک حجره را سایتوپلازم با سایتوپلازم دیگر حجره می تواند متصل بسازد. از این قسمت می تواند آیون ها مولکول ها انتقال پیدا بکند که این کانال ها به نام کنکسون گفته می شود. کنکسون ها می باشد که امی یک حجره با حجره دیگر اتصال پیدا می کند و می تواند که انتقالات هم صورت بگیرد. بیشتر این نوع اتصالات که هست در کاردیاک مسل سل قرار گرفته است یا حجرات قلبی ما بیشتر سل جنکشن که هست امین تایپ می باشد. سپاس از اینکه باز هم بیننده یکی از ویدیوهای درسی دیگر ما بودین. امیدوار هستم به نقطه‌های هین میتونه افزایش داشته باشد. در صورت از اینکه پیشنهاد انتقاد می داشته باشین میتونین که در بخش کامنت ها برای ما بیان بسازین. منتظر لایک سابسکرایب همه شما عزیزان هستم و از اینکه باز هم در خدمت همه شما عزیزان قرار میگیرم شما را به الله پاک منان میسپارم.